السلام علیکم و خب، رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. خدا معرفی کنید. صدا هست انشاءالله. بله بله بله. خدا معرفی کنید. بفرمایید. ابو حنظله جوانمرد، اگر اجازه باشه چند لحظه در رابطه با می اختلافاتی که با وجود آمده یا بزنیم اگر اجازه باشه. در غیر از او کدام برنامه؟ بفرمایید بفرمایید برادر ابو انزله برادر بفرمایید. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وقائد المجاهدين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. شیخ محمد معروف راسخ حفظك الله و سایر عزیزانی که صدای ما را میشنوند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. من نمیخوایم مزاحمت بکنم در رابطه با بحثی که شما دارین، سوالات و جوابات. فقط میخوایم روشنی درباره اختلافاتی که در این روزا بسیار در صفحات بین موحدین دامن زده میشد و بالخصوص در رابطه با عبدالرحمن فاتحی و محمد انصاری چند لحظه گپ بزنم. نمیشه که ما با دشنام دادن و تهمت کردن این موضوعات حل بکنیم. یعنی اختلافات با دشنام دادن نیست که یا از این طرف دشنام بتیم یا از اون طرف. این طریقه درست نیست. یعنی کسانی که خود را پیروان سلف صالح میدانند و خود را در منهج سلف صالح میگیرند، باید به روش آنها و به حکمت اختلافات خود که به وجود آمده حل بکنند. نه ای که این طرف او را دشنام میده و تکفیر میکنه و مرتد و امثال ها میگه و این طرف اونها را درست نیست. درست نیست و این شیوه درست نیست. و درباره شما و استاد عبدالظاهر دایی حفظه الله بگویم که خدمتای شما مشخص است و لازم نیست که روبروی شما توصیف شود. به همه آشکاراست، لازم نمیبینیم که در رابطه با شما توصیف بکنم. الله سبحانه و تعالی برایتان اجر نصیب بکنه. و سوال ما برای عبدالرحمن فاتح و محمد انصاری و سایر کسایی که با اینها هم فکر و هم نظر هستنی است که شما چی خدمت کردین به اسلام، غیر از این که همیشه بیاین هم اختلافات دامن بزنین بالای استادا و بالای چند دعوتگرای توحیدی که باقی ماندین بالای اینها تاخت تاز بکنین؟ چی خدمتی کرد؟ چی نفتان رسیده؟ فرقه فرقه مردم جور شد. امروز متاسفانه میبینیم که خواهران و برادران موحد و موحده چقدر بین خود یکی دیگر را دشنام میدهند. از دست چی است؟ از دست همین موضوعات است. الله سبحانه و تعالی رحم بکنه. و باز میاین در مسئله که کسایی که به خاطر الله سبحانه و تعالی جانهای شیرین خود فدا میکنن، اونها را رد میکنن. شما کسایی هستین که در خانه های همونطور منظم نشسته و فتواها صادر میکنین، چند کتاب ها خود فریب میتین نوشته میکنین. این خود درست نیست که بیاین مجاهدین فی سبیل الله را رد بکنین. و از طریق شما میخوایم صدای ما برای محمد انصاری و می عبدالرحمن فاتحی برسه. از الله بترسین، از الله بترسین، در بین خود اختلاف نکنین. این در حقیقت آب را در آسیاب دشمن انداختن است. از این طریق روافض و همچنان اهل بدعت بسیار استفاده میکنن، سوء استفاده میکنن. میگن ببینین که اینها در بین خود چقدر تضاد دارن، چطور میتونن امروی ما مبارزه و مقابله بکنن. ما شما زمانی که پیرو سلف صالح خود میگیریم باید با اهل بدعت و اهل شرک و کفر باید مبارزه بکنیم. نه اینکه بیایم با کسایی که عقیده درست دارن، داد از توحید و سنت میزنن، بیایم با اینها همیشه مبارزه بکنیم. پیاممون بر از این است که از الله بترس، از الله بترسین. ما و شما امروزه درباره جهاد که فرض الله سبحانه و تعالی سخن گفته نمیتونیم. همیشه داد ما از این است که فلان چی کرد، فلان چی کرد، این تکفیر کو، تکفیر کو. الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما لكم لا تقاتلون فی سبیل الله. شما را چی شده که در راه الله جهاد نمیکنین، قتال نمیکنین؟ امروز اگر شما هر کسی که باشه، بالخصوص برای خودت شیخ گرامی و هر عالمی که صدای مرا میشنوه، اگر شما
جهاد را بیان کردن نمیتونین، در راه الله جهاد کردن نمیتونین، کوشش بکنین که علیه جهاد قتال گپ هم نزنین. از الله بگو بترسین، از الله بترسین. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود هر گروه، هر ملت، هر گروهی که جهاد را ترک کردن اینها را الله ذلیل ساخت. و یگانه دلیل ذلیل شدن امروزی که بین مردم هست، ذلیل شدن اینها فقط و فقط این نیست که جهاد در راه الله را ترک کردن. و این سخن من است، سخن مفتی و علامه و شیخ نیست، سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که میگه زمانی که جهاد را ترک کردن اینها را الله ذلیل میکنه. اگر عالم باشه و این آیتی که خوندم که الله میگه و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، این آیت عام است، این آیت مختص بر کسایی نیست که فقط چند نفر محدودی بخیزه در راه الله قتال بکنن. امروز اگر چند نفر محدودی آمد به اونها باید اینها دعا بکنن، اونها را نصرت بدن، از طریق صفحات مجازی از اونها دفاع بکنن، نه که بیا اونها را هر چیزی که از دلتان برآمد، از شکمهایتان بگو اونها را بگوین. و بعداً در رابطه با شخصیت شما ماندین گذاشتین استاد معروف و راسخ امی مونده، یا استاد عبدالظاهر دایی یا ابو عمر صلاح الدین حافظ، چند علمایی که مونده، شما چرا دنبال اینها را گرفتین؟ همیا هستن که حق میگن، باطل میگن، کفر میگن، شرک میگن. دمی عصر فتنه سراپا فتنه است. شما میایین با اینها مبارزه و مقابله میکنین. پس از الله بترسین. پیام زیاد ندارم، فقط همین قدر یک پیام بود. استاد گرامی جزاک الله خیرا و بارک الله فیکم. الله خب برادر ما بانجلا گفتن ولی اونا متاسفانه خودشان نیستن، می بودن اونایی سوالا را خودشان جواب میدادن. خب جزاک الله خیرا. الله دیگه شما انشاءالله عدالت نصیب کنه. الله امکان بفرمایید. بله کسی